عرض سلام و درود دارم خدمت همراهان همیشگی و دوستانی که به زبان عربی علاقه دارن. در این ویدیو در خدمتتون هستیم با اسم اشاره عربی مفرد، یعنی اشاره به یک نفر یا یک شی. اسم اشاره همانطور که از اسمش پیداست اشاره کردن به این و آن است و تفاوتش با زبان فارسی اینه که در عربی برای اسم اشاره مذکر و مؤنث اسم جداگانه میارن، ولی در فارسی اینطور نیست. همونطور که از این و آن گفتنمون پیداست، پس اسم اشاره دوتاست، نزدیک و دور. هر کدوم از اینها برای اشاره به نزدیک از اسم هازا و هازهی استفاده میکنیم و برای اشاره به دور از ذالک و تلک استفاده میکنیم. برای مثال، برای اسم نزدیک مذکر مثلا هازا قلمون، برای مؤنث هذه مریمون، برای دور مذکر ذلک جبلون، برای دور مؤنث تلک شجراتون. از اینکه در این ویدیو همراه من بودین سپاسگزارم از شما.